آقا سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو، پارت سوم از سری ویدیوهای GTA آنلاین. بازم اومدیم با مأموریت های آپدیت بزرگ GTA. به قول راکستار آپدیت بزرگ. فکر کنم هاوس سیف هیل بود اسمش و این واقعا آپدیت به قول خودشون بزرگیه. امیدوارم که همین باشه. بعدیم مأموریت دومش رو بریم. توی پارت قبل مأموریت اولش رو رفتیم و بذار ببینیم توی این مأموریت قرار چه اتفاقی برامون بیفته. اوه، لباس یه مکانی رو پوشیدیم مثل این که بریم ببینیم که چی میشه. مثل این که تو نقشه باید بریم پیش یه نفر که اینجا. آره، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. NPC های GTA هم یه ذره تو این آپدیت کلوچر شدن. از این نمیدن دارن چی کار میکنن. میان میکونن بهتون میرن. آه، با این یارو مثل این که باید بریم یه جایی. چه آودی خوشگلی داره این آدم زرنگ. این لباس برای لباس FBI به خودش هم داره میگه FIB. و این که مثل این که یه کاری توی مرکز FIB داری. مقصدمون اینجا. مثل این که این رفت یه کاری کنه، ما هم باید از این ور بریم و بریم اونجا وایسیم منتظرش تا این بیاد و منتظرش وایسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. چیکار داره میکنه؟ بوم کار میذاره؟ یا ابوالفضل زد ترکون کلی اونجا. مثل اینکه از دست پلیس هم باید فرار کنیم. خوراک هم فرار کردن از دست پلیس های لس آنجلسه. پلیس های لس آنتوس همیشه به یه چیزی واکنش نشون میدن، اونم جایی که سخت داشته باشه، مثل اینجا. بعد همیشه یه جایی وایسید که یه سختی داشته باشه. کلا اصلا تو جی تی ای این باگه، نمیتونن پیداتون کنم. و الان ما رو ضایع میکنه، الان ما رو پیدا میکنه. قطعا تا الان آها ببین، این کلا توی جی تی ای یه باگیه که هیچ وقت هم درست نمیشه، جزی از بازیه. جایی که سخت داشته باشه، حتی یا سخت باشه یه متر هم باشه، بومتون میکنه. این ماشین برقیه، خیلی جالبه، اصلا صدا نداره و این واقعا جالبه. ولی کنترل کردن ماشین های برقی تو جی تی ای واقعا کار سختی.
یه بیا اینجا. او اینجا فکر کنم جاییه که کارهای کثافتی میکنن، چون ماشین های مختلف اینجا هست، مثل اینکه رئیسشون اینجا. آره همشون اینجا. حالشون خوب نبود. برام تو چکارم بریم اشتی. همه اینا رو با یه چاقو کارشون تمام. گفت برم بیرون. او میگه همشون رو بکش و این واقعا کار سختیه، پس بریم تو کارش. Let's go. کاور نزدیک بود بمیریم. یه آرمار هم میزنم کار در بیاد. یه دونه چون اینجا، این از این. بیا بیرون مشتی، بیا بیرون کار داریم. بیا بیرون. خب نه از این بشینیم سوار ماشین شیم بریم. چی میگه دیتا سنتر، برو پیش دیتا سنتر دیگه چی؟ بریم ببینیم چه چیزی برامون دیده. آقا ماموریت های جیتی پول هدفشون پول کم، دن سرویسی بیشتر. بریم ببینیم چرا من امروز اصلا بریم ببینیم افتاده سر زبونم ها. کار رو در نمیاره این بریم ببینیم. مثلا عادی جلوه میکنی، مثلا ما با اینا دوست. سلام چطوری؟ سلام مشتی. خب خیلی عادی جلوه کردم و این واقعا اینجا چقدر شبیه ایجنسیه. دقیقا شبیه ایجنسیه، پارکینگ ایجنسی واقعا همین شکلیه. فقط اینا توش دیتا سنتر سیستم. بیا بیرون داشتی، بیا بیرون کار داری. خب این از این یه آروم رو یه چیزم بزنم. اینها دیتا سنتر ها اینجا 3 تا دیتا سنتر رو باید ورداری. تماما این یکی هم اینجا، اون یکی هم فکر کنم همونجا باید باشه. اینجاها آره. خب این از دیتا ها. چی میگه بریم کجا؟ اینجا بریم. اصلا خوبیش اینجا بود. من فکر کردم ایجنسی باید از اونجا چیز. یا الفت این دیگه چیه داره میاد؟ این دیگه چیه؟
یا علی مشتی فقط بیا این از این، این از این، یه دونه اون بالاه. بعد اینا رو بزنم سریع سوار ماشینم شم برم، چون اینجوری پیش بره فقط اسفان میشن اینا. یا آرمور بزنم اون از بقیه‌شون. یکی دیگه چون تیر زد به ما هم. اینا فقط دارن اسپان میشن همینجوری. یه آرمور دوباره بزنم سوار ماشین شیم بریم. ماشین گیر کرده یا خدا. برید با این کردید من باخت میدم، عمرن من بمیرم دستشان. یا علی ماشین خوب همیشه نتایج خوبی به همراه داره. رسیدیم دوباره به ماشین مایکل. احتمالا این دفعه پول گذاشته برامون. پول نذاشته برامون، پولمو خورده. لعنت یا پولمو خوردی. الو سامان خودتی. لعنت یا پولمو خوردی. این از این مأموریت جالبی بود، خوشم اومد. نه خوشم اومد، مأموریتشو دوست داشتم. پر از درگیری بود و از این بابت خوشحالم. این هم از کاراکتر ما، ماشین زیبا. و این هم از این پارت. آقا خیلی خوشحال شدم تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لطفا کانال منو لایک و ساب فراموش نشه. زنگوله هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم بفهمید و بیاد ویدیو منو ببینید. و خیلی خوشحال شدم تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک و ساب فراموش نشه و